اینجا فیلم ها بسیار آنجا که عیان است حاجت به بیان نیست. تاریخ نوشته رفت، گفتم تاریخ که بعد از 1000 سال ابو علی ابن سینا، بعد از 1000 سال ابو عبدالله رودکی به دنیا لایق شریعه آمدن. همون روزش کنیم، ممکن همون ساعتش کنیم. بعد از 1000 سال گذشتن ابو علی ابن سینا دیگر خدا پروردگار ابو علی ابن سینا داد. از سینا هیچ کمی ندارد. سینا همین خیلی گشت و گذار کرده، مردمان رو با گیاهای شفا بخش طبابت میکردن. خودش یک چیز من گفتنی که وادی زرافشان نامش به ارزنده است، چونکه در این وادی زرافشان به دنیا آمد رودکی، لایق، قطبی کرام. اینه بینید که جلبک مرادف، اینه بینید که همین قدر شاعران و نویسندگان داریم و کیمونه گلنظر کلدی نوشت. گلنظر آمد میگفتم من قصه خیره، گلنظر کلدی این آمد. من چه گفتنی؟ با خدا دادگان استیزه مکن که به او خدا داده است. با خدا دادگان بسیار احترامانه رفتار کن، گفتار کن، کردار کن. با خدا دادگان تکیه کن. از خدا پرس که خدا به تو هم دهد. پرس، بخیلی نکن، غیبت نکن. از یک گپی بسیار من مقولش که پدرم 95 رو برآمده به عینک کتاب میخوندن. امروز من 77 ساله هستم. میپرسم که برای چی استاد موی تو موی سرت سفید نمیشود؟ برای چی تو سخنها رو از صدق دل میگویی؟ اگر با خدمت شایسته ای بر پدرت رحمت گویم، یافتگی پولتان خانه میسازید، زمین جنبت و خانه نمیغلطد. اگر فرزند تربیه کنید، دختر براره، هم بر پدری که توی تربیه کردگی رحمت بگوید. اگر کلیم کنید، آمده چنان خدمت میکند که شما هر سحر و دستارخان راست کردگی گرینتان نگاه کرده بر پدرکت رحمت بگوید. این حیات ما بسیار در اگر 70 سال 77 گرام پرتای دیگر 70 سال به همین دولت 70 مقام بگشت. استادان، فرزندان عزیز، خواهران، مادران عزیز، بیاییدان ما همه ما یک دعا کنیم که اولا مردمی صلحجوی دنیا سلامت باشد، فقط صلحجویش. زمان ما تنج باشد، آب روان ما بگذار در همه گوشه دنیا چون تاجیکستان آبش سیراب باشد، چون که همه هم خدا میگوید. باز یک چیزی دیگر که هر کس طبیبش خودش میگفتن، باچه ها و با کلانا هر کس طبیبش خودش که امروز شاگرد ما چنانی که من فخر کرده و گجا شنم اگر ملاظهر بروید شاگرد من نام من گوید کریم خواجه‌ایف، ممکن از شما مبلغ هم نگیرد. اجرا کردن، همون رفته گفتگی ها رفتن یادم کردن. از آن جمله من چی گفتنیم؟ همین زبان ناز وقت و سعادت، زبان ناز کیسه پر از پول، زبان ناز سالمی سلامتی هر یک انسان، زبان ناز عمری دراز هر یک انسان. زبان سخنهایی که سخنشان ناز ملایم رفتار هستند، حلیمانه سخن میگویند، با آنها خدا دادگی. یگان کوسو یگان سیرپولی که من میگوید از 70 نگذشته است. من از نام همه عطا، از نام همه شاگردانی که زیاده از 23,000 کالجی تیوی که به نام اکادمی پاولو بود، من از سال 1968 معلم بودم تا ولایت تشکیل شویشه و 23,000 شاگردان درس فارماکولوژی، فارماخیمیا، فارماکوگنوزی درس داده آمدم، زبان لاتینی می آموزاندم. من امروز من رئیسی شورای سابقه‌داران جنگ و مهنتی ناحیه باباجان غفارov، من حالیم درس میدم.
من هر روز با ولسیپد یگان نشیم 40-50 کیلومتر ولسیپد میدوانم. از همین دیار رومون میبرم через قیراقون پاوراتش قیراقون برق پلاس آرام آمده پنجشنبه آمده 2 تا یا 4 تا پیرشکی لیگر نمیگیرم. برای چی؟ ویانده فرمنت های انمون ارگانیزم به لازمی در کار. اونجا ده جگر هست، گرده هست، همه چیز هست. انمون فرمنت ها هست برای ارگانیزم فایده دارد. چخیلی که شاگرد عزیز و مهربان نامدار گفتم که هر روز تشنه ماندگی ده آب می نوشیم. این خطا. الله که حجره ها گریه کرساز که برای من آب ده گفته. تا گریه کردنی حجره ها ما باید آب نوشیدن ما در کار هر 1 ساعت 200 گرم آب نوشیدن ما در بهار به 300 2 استکان نوشیدن در کار برکی. برای همین امروزه فورم این سیمپوزیوم گویم هم میشه. ما التماس میکنیم که پروتکل افارم کنم همچون سیمپوزیومی بخشیده به مناسبت 70 سالگی ملازمخور طاهری. این کنفرانس گویم هم نه. این جشن 70 سالگی شاگرد ملازمخور طاهری گویم هم نه. من التماس میکنم از اگرامزاد و من التماس میکنم از برادری عزیز مهربانم از خستیواز که ما بسیار دوست هستیم. تیمور ملیک که نام بزرگی قهرمانی تاجیک ماندگی در حقیقت رفتارشان تیمور ملیک مانداد یک کتاب بنوشتم. انا امروز صحبت بخشیده به مناسبت 70 سالگی اینه خرسک که پیشواز بگیریم. یک فرزند تاجیکی که از یک پوتخی میگویم و بعضی وقت من پوتین هم میگویم و دیاری ملازمخوره دیاری پوتین نامشه از یک دیاری از یک قشلاقی که از عینی که خودش همچون ابو علی ابن سینا شاگرد ابو علی ابن سینا دنیا رو معرفی کرده توانست فقط مهنت کرد. یگان بار دیدم رستوران رفته است ملازمخور یگان بار دیدم که یگان کس که دیگه بیکار گپ زند همه این مهنت کرد. برای همین اینو شاگرد عزیز از رودکی و از سینای و از تغرل و از شمسی تبریزی و از قطب کرام و از جلبک مرادف و از شاه سلیم و از آنها یگان گرم کم نیستند که بالا هستند. با کسا کناتون ما البته مینداری خوده و جناب عالی پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت امام علی رحمان بگیم که و یا ما خدا دادن چه که رودکی ابو علی ابن سینا خدا دادن ملازمخور هم خدا دادن ما هر یک شتگی مینداری خوده به جناب عالی گفتن ما در کار که همین خیلی شرایط دادن که امروز ما دسترخوان ما چه خیلی با ناز و نعمت از سالهای 50 نانم قریب که زبانی بگفتم مادر و پدر زبانی کارتشی سیستم بود. امروز از یک کلبسه 50 خیر از یک کند 70 خیر از یک میوه های همین دنیا بازارنده هست چی خواهید هستم. برای همین ما یک باره جناب اولیم ملازمخورم خلق تاجیکم دعا میکنیم که خدا پروردگار تینجی تیه تنی صحت و خاطری جمع تیه دسترخوان آباد تیه بگذار دوی ما تاجیکستان ما تینج باشد تاجیکستان ما گل گل شکفت و در امان خدا پروردگار باشیم و خدا ایوره کلیم و نیوره داماد برساند. سلامت باشید.